إبراهيم لنوح مقام عظيم، لآدم نهدي عظيم السلام، وموسى الكليم القوي الأمين، ومسك الختام رسول السلام، رؤوف رحيم على مسك الختام رسول السلام. و به یقین در هر امتی پیامبری را فرستادیم با این پیام که الله را بپرستید و از معبودان باطل بپرهیزید. الله گروهی از آنان را هدایت نمود و برخی از آنان سزاوار ضلالت و گمراهی شدند. پس در زمین گردش کنید و بنگرید که سرانجام تکذیب کنندگان چگونه بوده است. عظيم السلام سلاما كثيرا أبا المسلمين، سلاما كثيرا أبا المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد، با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما عزیزان، دوستان عزیز، به امید قبولی طاعات و عبادات همه مسلمانان و به امید اینکه همه ما وقتی از این دنیا می رویم با انبیا و صالحین محشور شویم. بحث و سخن ما درباره ایمان به انبیا بود که یک مسلمان و یک شخص مؤمن چگونه ایمان به رسول و انبیای الهی داشته باشد و همچنین به کدامین کتاب و اندازه باور او تا چه حد باشد، یعنی به چه چیزهایی اعتقاد داشته باشد از انبیا و رسول، از این مسائلی که امروزه مطرح می شود، و از چه چیزهایی سعی کند که افکار خود را از آنها به دور دارد. بحث و موضوع ما درباره ویژگی‌های پیامبران بود که از لحاظ ذاتی و اخلاقی یا اون وظایفی که خداوند به آنها محول کرده بود در چه حدی هست. به اونجایی رسیدیم که از لحاظ اخلاقی و رفتاری انبیا به چه چیزهایی مختص شدن و خاص انبیا هست. اموری که منحصر به انبیا هست از میان بشر میتوان یکی از آنها را وحی نام برد، یعنی خصوصیت ویژه‌ای که یک پیامبر دارد نسبت به بیشتر دارد نسبت به یک بشر دیگر و انسان دیگر، این است که ارتباط پیامبر با وحی متصل هست. خداوند منان می‌فرماید در سوره کهف آیه 110 به پیامبر که ای محمد به مسلمانان و به انسان‌هایی که اطراف خودت هستند این را گوشزد کن که شما یک بشری بیش نیستی، تنها تفاوتی که داری با آنها این است که به شما وحی می شود و به آنها وحی نمی شود. در این آیه الله متعال این گونه می فرماید قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. ترجمه این آیه این گونه است که ای پیغمبر، قل ای پیغمبر بگو به انسانها که من همچو شما هستم، انا بشر مثلكم یوحى الی، و امتیاز من این است که من پیغمبر الله متعال هستم. یوحى الی، فقط به سوی من وحی می شود. ولی در ادامه این آیه الله متعال این گونه بازگو می کند به ما که فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا.
کسی که آرزو می کند، امیدوار است که به ملاقات پروردگار برود و پروردگار را با پروردگار در روز قیامت ملاقات کند، باید عمل صالح انجام بدهد و ایمان خود را به خدا محکم کند ولا یشرک بعبادت ربه احدا. یعنی ایمان او حد اقلش این است که شخص مشرک نباشد و مسائلی که شرکالود است و مورد بخشش قرار نمیگیرد از آنها دوری کند. در این آیه علاوه بر این که ارتباط خداوند با انسانها که پیامبران هستند بازگو می کند و بعد از این که شاید هر انسانی و هر شخصی این ناراحتی در دلش بیاید یا آرزو کند اینکه به مانند پیامبران با خدا به گونه ارتباط داشته باشد، بلا فاصله خداوند میگوید فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. اگر ناراحت هستی که چرا شما پیامبر نشده اید و چرا من نشدم و چرا دیگری نشده است، خب عمل صالح انجام بده تا روز قیامت خداوند به ملاقات خداوند بروی و ارتباطی داشته باشی با خداوند، همون گونه که الان حرص میخوری که شما هم به مانند پیامبران بگونه با الله ارتباط داشته باشی. مسئله وحی از اون جمله از اسراء و معراج رسول الله صلی الله علیه و سلم از مکه به بیت المقدس و عروج ایشان به سوی آسمان‌های رفیع، دیدار با فرشتگان و انبیا، اطلاع از بهشت و دوزخ و مشاهده عذاب شدگان در قبرها و شنیدن عذاب آنها، همه اینها مسائل وحی است که خداوند خاص کرده بود به پیامبر صلی الله علیه و سلم و کسانی دیگر از اون معلومات به طور مستقیم مشاهده نکردن. یعنی اون مسائل را به طور مستقیم مشاهده نکردن مگر اینکه بعد از آن رسول الله صلی الله علیه و سلم اومد به اصحاب و یاران با وفایش تعریف نمود. خصوصیتی که دارد هر چی که در راستای وحی است و هر آنچه که لازمه وحی است، مثلا اسراء و معراج که رسول الله صلی الله علیه و سلم رفت و اخباری که از بهشت و جهنم می آمد به رسول الله صلی الله علیه و سلم، یا خیلی اوقات اون مسائل را با چشم خودش میدید، اینها مسائل وحی بود و این مسائل خاص رسول الله صلی الله علیه و سلم بود و کسانی دیگر این ویژگی را نداشتند. در جای دیگر رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرماید لولا الا تدافنوا لدعوت الله عز وجل ان یسمعکم عذاب القبر. اگر بیم این نبود که مردگار را دفن نکنید، از الله متعال میخواستم که عذاب آنها را بشنوید. یعنی اگر به انسانها این توان داده میشد بمانند رسول الله صلی الله علیه وسلم که عذاب مرده ها در قبر را بشنوند، باعث میشد که انسانها دیگر جرأت نکنند که جنازه ای را دفن کنند و کسی نرود و جنازه ای را دفن کند. بدین خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که فقط به خاطر این بود که شما بیم این داشتم که مبادا از این امر جدایی حاصل شود. ویژگی دیگری که انبیای الهی دارن این است که پیامبران موقع خواب چشم آنها میخوابد ولی قلبشان حاضر است، یعنی با قلب حاضر میخوابند. از جمله ویژگی هایی که الله تعالی انبیا را بدان اختصاص داده این است که چشمشان میخوابد ولی قلبشان هوشیار. همان گونه که انس بن مالک در حدیث اسراء میفرماید چشم رسول الله صلی الله علیه و سلم به خواب میرفت ولی قلبش هوشیار بود و انبیا همه چشمهایشان میخوابد ولی قلبهایشان هوشیار است. در حدیث دیگری رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که ان معاشر الانبیاء تنام اعینهم ولا تنام قلوبهم. ما پیامبران چشمانمان میخوابد ولی قلبهایمان به خواب نمیرود. در مورد خودش نیز فرمود ان عینی تنامان ولا ینام قلبی. رسول الله فرمود همانا دو چشم من میخوابند ولی قلبم هوشیار است. موقعی که رسول الله صلی الله علیه وسلم در جمع اصحاب بود،
این مطالب و این معلومات را به اصحاب بازگو می نمود. ویژگی دیگری که انبیا دارند بیشتر از سایر انسانها این است که حق انتخاب پیامبران هنگام وفات. پیامبران هنگام وفات اختیار دارند که خودشان انتخاب کنند که بین مرگ و زندگی یکی را باید انتخاب کنند. یعنی انبیا این ویژگی در آنها هست و این اختیار الله متعال به انبیا داده است که هر وقت خودشون اختیار کنند، یعنی اختیار کنند در دنیا بمانند یا بروند، که همه انبیا ملاقات پروردگارشان را بر ماندن در این دنیا بعد از این همه وظایف و مأموریت دوست دارند به ملاقات پروردگار بروند و از نعمتهای قبر و احوال قیامت که قبر از اولین منزل قیامت هست برخوردار شوند تا اینکه قیامت برپا شود. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: ما من نبی یمرض الا خیر بین الدنیا والآخره. همه پیامبران در بستر بیماری مرگ در بین انتخاب دنیا و بازگشت به سوی الله متعال هستند. یعنی همه پیامبران این اختیار به آنها داده شده است که یکی را انتخاب کنند. اما حدیث دیگری که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها روایت می کند که در هنگام آخرین بیماری رسول الله صلی الله علیه وسلم دچار صدا گرفتگی شدیدی شد و شنیدم که رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرمود: مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. همراه با کسانی که نعمت به آنها ارزانی داده شده است، از پیامبران و صدیقین و شهیدان و صالحان. عایشه فرمود: از این سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم دونستم که رسول الله صلی الله علیه و سلم آخرت را بر دنیا ترجیح داده است و دوست دارد به جمع صالحین و شهدا در دنیای آخرت بپیوندد. ویژگی دیگری که انبیای الهی دارند این است که پیامبران تنها در جایی دفن می شوند که وفات یافتند. انبیای الهی فقط در جایی دفن می شوند که همونجا از دنیا رحلت نمودند و همونجا دفن می شوند. همون گونه که رسول الله صلی الله علیه و سلم موقعی که از دنیا رحلت نمودند در خانه عایشه صدیقه بودند و موقعی که از دنیا رحلت نمودند اصحاب اومدن رسول الله صلی الله علیه و سلم در همون خانه دفن ایشون رو دفن کردند. چون بعد از اینکه اصحاب اختلاف نمودند که رسول الله صلی الله علیه و سلم را در کجا دفن کنند، یکی از اصحاب فرمود که لم یقبر نبی الا حیث یموت. هیچ پیامبری جز در جایی که وفات یافته دفن نمی شود. از این رو صحابه بزرگوار رسول الله صلی الله علیه و سلم در حجره عایشه همان جایی که وفات یافت دفن کردند. اما ویژگی های خاص انبیا چه چیزهای دیگری هست و در چه زمینه های دیگری ما باید بیایم بررسی کنیم که ویژگی دیگر اونها که خاص هست و انبیای و بشریت و انسانهای دیگر از اون برخوردار نیستن، با هم یک میان برنامه میبینیم، دوباره باز خواهیم گشت. رسال حق، اسلام ناب به دور از خرافات.
با عرض سلام مجدد خدمت شما عزیزان، دوستان عزیز، به امید قبولی اطاعات و عبادات، بحث به آنجایی رسید که ویژگی دیگری که خاص انبیا هست و مسائلی که خاص انبیا هست چه چیزهای دیگری هست. یکی از مسائل دیگری که میتوان از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم به آن باور داشت این هست که زمین اجساد انبیا را نمیخورد. زمین اجساد انبیا را نمیخورد. برای چی؟ برای بزرگ داشت انبیا و رسولان الله متعال. زمین اجسادشان را نمیخورد. هر اندازه زمان به طول بیانجامد باز هم جسم آن بزرگواران از پوسیدگی محفوظ است. در حدیثی نیز آمده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: ان الله حرم على الارض ان تأكل اجساد الانبیاء. الله متعال بر زمین حرام کرده است که اجساد انبیا را از بین ببرد. تاریخ نویسان از جمله ابن کثیر در البدایه و النهایه داستان عجیب و غریبی را از یونس ابن بکر نقل کردند که گفت: وقتی ششتر را فتح کردیم در منزل هرمزان رخت خوابی را دیدیم که مرده ای را بر روی آن گذاشته بودند. در کنار سرش مصحفی قرار داده بودند. ما هم مصحف را نزد عمر رضی الله عنه بردیم. وی از کعب خواست آن را به زبان عربی ترجمه کند و من اولین مرد عرب بودم که آن را خواندم. من به همان صورت که این قرآن را میخوانم آن را خواندم. از ابوالعالیه پرسیدم چی چیزی در آن بود؟ فرمود: سیره امور و لحنهای کلام شما و آنچه بعداً اتفاق خواهد افتاد. به او گفتم: با آن مرد روی رخت خواب چه کردید؟ گفت: در یک وقتی از روز اومدیم 13 قبر جدا از هم حفر کردیم. وقتی که شب فرا رسید او را دفن و قبرها را با خاک یکسان کردیم تا او را از مردم پنهان کنیم و نتوانند وی را بیرون آورند. از او پرسیدم چه امیدی به او داشتند و چه استفاده از آن می بردند. در جواب گفت: وقتی خشکسالی بروز می کرد رخت خواب را بیرون می آوردند تا باران می بارید. سوال کردم: به نظر شما آن مرده چه کسی بود؟ گفت: او را دانیال می گفتند. گفتم: چند سال بعد از وفاتش او را یافتید؟ گفت: 300 سال پیش از آن موقع وفات یافته بود. اما آیا دانیال نبی هست یا نه، یا اینکه این حدیث صحیح است یا نه؟ بس برخی از مورخین سند این حدیث را تا ابوالعالیه صحیح دانستند، اما از قصه چه اتفاقی افتاده است و آیا این صحت دارد یا نه، خیلی از علما و مفسرین جهان اسلام این قضیه را انکار می کنند. یکی دیگر از ویژگی های انبیا این است که در قبرهایشان زنده هستند و انبیا در قبرها به مانند انسانهای دیگر نیستند. با سند صحیح از رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت شده است که فرمود: الانبیاء احیاء فی قبورهم یصلون. پیامبران در قبرهاشان زنده هستند و نماز به جا می آورند. و نیز روایت شده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: مررت علی موسی لیلة اسری بی عند الكثیب الاحمر وهو قائم یصلی فی قبره. شبی که به اسرا رفتم موسی را دیدم که در الکثیب الاحمر در قبرش به نماز ایستاده بود. همچنین امام مسلم رحمت الله علیه این گونه روایت می کند که در مورد داستان اسراء و معراج از ابو هریره روایت شده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فإذا موسى قائم يصلي وإذا عيسى بن مريم عليه السلام قائم يصلي وإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصلي. یعنی خود را در میان جمعی از پیامبران دیدم در حالی که موسی و عیسی و ابراهیم علیهم السلام به نماز ایستاده بودند. اما آیا انبیاء الهی عصمت دارند و به درجه عصمت میرسند یا نه؟
این مطلب دیگری است که بحث و جدل حول این موضوع گسترده است و علمای اسلام در این راستا سخنهای زیادی گفتند. بیاییم با هم احادیث و آیاتی که در این زمینه هست بررسی کنیم و ببینیم که قضیه از چه قرار است. بعضی از علما و برخی از علمای اسلام اومدند و گفتند که پیامبران الهی از گناهان صغیره معصوم نیستند و برخی دیگر از علما گفتند که علما از گناهان صغیره و کبیره هر دو معصوم هستند و از آنها این کارها سر نمیزنند. اما در مسئله این که آیا در بحث دعوت و تبلیغ رسالت الهی همه مسلمانان متفق نظر هستند که انبیاء الهی معصوم هستند و هیچ مانعی سبب نمی شود که آنها دین و شریعت خود را به مردم برسانند. الله متعال می فرماید در سوره اعلی: سنقرئک فلا تنسی، ما قرآن را به تو خواهیم خواند و تو دیگر آن را فراموش نخواهی کرد. سنقرئک فلا تنسی. الله متعال جمع‌آوری قرآن را در سینه ها بر عهده گرفته و می فرماید: لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه و قرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه. به هنگام وحی شتاب زده زبان به خواندن آن مجنبان و آیات را عجولانه و آزمندانه تکرار مکن، چرا که گرد آوردن قرآن در سینه تو و توانایی بخشیدن به زبان تو برای خواندن آن کار ماست. پس هرگاه ما قرآن را توسط جبریل بر تو خواندیم، تو خواندن آن را آرام و آهسته پیگیری و پیروی کن. در آیه دیگری الله متعال می فرماید: یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرین. ای فرستاده الله محمد مصطفی، هر آنچه از سوی پروردگارت بر تو نازل شده است به تمام و کمال و بدون هیچ گونه خوف و هراسی به مردم برسان و آنان را بدان دعوت کن و اگر چنین نکنی رسالت الله متعال را به مردم نرسانده ای. چنانچه کتمان یا تغییری در کار بود الله متعال به آنها وحی نمی فرستاد، زیرا به طور قطع مجازات و سزای الله متعال بر کتمان کننده وحی و تغییر دهنده نازل می شود. برای همین هست که علمای اسلام اتفاق نظر دارند بر این که انبیاء الهی در دعوت و تبلیغ معصوم هستند و خیانتی یا اشتباهی در این راستا از آنها سر نمیزند. در سوره حاقه الله متعال می فرماید: ولو تقول علینا بعد الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین. اگر پیغمبر پاره سخنان را به دروغ به ما نسبت میداد، ما دست راست او را می گرفتیم سپس رگ دلش را پاره می کردیم. ثم لقطعنا منه الوتین. وتین یعنی شاهرگ قلبش را قطع می کردیم. یعنی اینکه سریع اون شخصی که بیاد و رسالت را برعکس به مردم برساند، الله متعال وعده داده است که اون شخص را خواهد کشت. و دلیل بر این هست که همه انبیا معصوم بودند در رساندن وحی و بین علما در این مسئله اتفاق نظر بود. همچنین که در این آیه خوندیم سنقرئک فلا تنسی، این آیه از جمله آیاتی است که بر عصمت پیامبران در امر تبلیغ دلالت می کند. در آیه دیگری الله متعال می فرماید: و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. و از روی هوا و هوس سخن نمی گوید، آن چیزی که با خود آورده و با شما در میان نهاده است جز وحی پیامبر نیست که از سوی الله متعال به دو وحی می گردد. اموری که با عصمت منافات ندارند. برخی از مسائل و اتفاقهای
که در زندگی انبیای الهی رخ داده است بگونه هست که شاید برخی ها تصور کنند که اگر اونها پیامبر بودند چرا این اتفاقات و این اشتباهات از این انبیای الهی سر زده است و چرا این گونه برخورد نمودند، در حالی که بعضی از مسائلی که اتفاق افتاده بر پیامبران دلالت بر این میدهد که انبیای الهی به مانند بشریت، به مانند سایر انسانها از سرشت انسانی برخوردار بودند و هر آنچه که یک انسان را میترساند انبیا هم از اون میترسیدند و سایر مسائل که این گونه هست. برگردیم به آیات و احادیث که چگونه این قضیه را بررسی میکند. زمانی که ملائکه پیش ابراهیم خلیل الرحمن رفتن و خلیل الرحمن دید که اون افراد دستشون به غذا دراز نمی شود، از پیش خودش تعجب کرد و گفت که چرا شما تعجب کرد و یک ترسی در دل او افتاد و ترسید از اون ملائکه که چرا به غذا دست نمیزنن و جواب ملائکه این بود که به ابراهیم علیه السلام گفتند که ما فرستادگان الله متعال هستیم و به پیش شما اومده ایم. همون گونه که الله متعال در سوره هود بیان می کند فلما رأى ایدیهم لا تصل الیه نکرهم و اوجس منهم خیفه قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط. هنگامی که دید آنان دست به سوی آن دراز نمی کنند و لب به غذا نمی زنند پیش خود فکر کرد که دوست نیستند و سرجنگ دارند. این است که نمیخواهند غذا بخورند، لذا از ایشان دوری شد و هراسی از آنان به دل راه داد. گفتند نترس، ما فرشتگان الله متعال هستیم و به سوی قوم لوط روانه شدیم تا آنان را هلاک کنیم. این قصه الله متعال در قرآن بازگو می کند در جاهای مختلف و این بیانگر این هست، این مسئله که پیامبر ابراهیم از اون افراد ترسید به مانند سایر انسانها که وقتی احساس کنند یک شخصی یا کسی دشمن او هست در دل ترس به خود راه میدهند. هم پیامبر ابراهیم از اون افراد بگونه‌ای ترسید. اما مسائل دیگری که در زندگی انبیا به وقوع پیوسته و هیچ منافاتی با عصمت انبیا ندارد را در برنامه دیگر خدمت شما عزیزان عرضه خواهم کرد. تا برنامه دیگر و جلسه دیگر شما عزیزانم را به الله متعال می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ومسك الختام رسول السلام رؤوف رحيم على المؤمنين سلاما محمد في الأولين سلاما محمد في الآخرين سلاما محمد في الآخرين